سلام به تک تک دلای مهربونی که اینجا هستین. خوش اومدی به گوشه ای از خلوت من. اینجا جایی برای درنگ، برای لمس کردن عمق خودمونه، برای نگاهی دوباره و آگاه تر. امروز میخوام باهات درباره یه تفاوت خیلی مهم حرف بزنم. تفاوتی که شاید زندگی خیلی هامون رو زیر رو کنه اگه عمیق بفهمیمش. تفاوت بین واکنش و پاسخ. شاید تا حالا خیلی وقتها ناگهان پریده باشیم وسط یه موقعیت، یه حرفی زده باشیم، تصمیمی گرفته باشیم و بعدش مونده باشیم توی حسرت این که کاش چند لحظه مکث کرده بودم. میخوام با هم کشف کنیم این تفاوت کوچیک چه تأثیر بزرگی توی زندگیمون داره. فرق واکنش و پاسخ، جایی که آرامش آغاز میشه. گاهی اتفاقی میافته، یه کلمه، یه نگاه یا حتی سکوت کسی قلبت رو تکون میده یا شاید ذهنت رو آشفته میکنه. تو این لحظه ها تو میتونی سریع، بدون فکر، با قضاوت، با خشم، با دلخوری واکنش نشون بدی. یا اینکه میتونی یه نفس عمیق بکشی و به خودت فرصت بدی که پاسخ بدی، نه واکنش نشون بدی. همیشه بین این دو انتخاب یه دنیا فرق هستش. واکنش از ترس میاد، ولی پاسخ از آگاهی. واکنش زخمیه، درد داره، ولی پاسخ درمانگره. لحظه‌ای که مکث میکنی، لحظه‌ای که درونت رو نگاه میکنی، اونجاست که قدرت انتخاب مهربون بودن، آگاه بودن و انسانی تر بودن رو پس میگیری. پس دفعه بعد که چیزی آزارت داد، یاد این جمله بیافت: من میتونم پاسخ بدم، نه فقط واکنش نشون بدم. فرق واکنش و پاسخ. واکنش رفتاری فوری، ناخودآگاه و هیجانیه که بدون فکر و آگاهی رخ میده. یعنی وقتی با محرکی روبرو میشی، مثل عصبانیت یه نفر یا یه نظر منفی، بدون اینکه مکث کنی، ناخودآگاه عکس‌العمل نشون میدی. این رفتار ریشه در برنامه‌ریزی‌های قدیمی ذهن، زخم‌های درونی، ترس‌ها یا باورهای ناخودآگاهمونه. مثلا اگه کسی بیاد بهت بگه تو هیچ وقت موفق نمیشی و تو بلافاصله عصبانی بشی یا گریه کنی، این میشه واکنش. ولی پاسخ رفتاری آگاهانه، سنجیده و انتخاب شده است. همیشه بین محرک و پاسخ یه مکث هستش. تو این فاصله تو آگاهانه انتخاب میکنی که چطور با موقعیت برخورد کنی.
مثلا اگه کسی همون جمله تو هیچ وقت موفق نمیشی رو بیاد بهت بگه و تو چند لحظه نفس عمیق بکشی و بعد با صدای آروم بگی ممکنه نظر تو این باشه، اما من راه خودم رو دارم. این پاسخیه با آگاهی. حالا چرا مهمه پاسخ بدیم؟ نه واکنش نشون بدیم؟ چون واکنش از ترس میادش، ولی پاسخ از آگاهی. واکنش ما رو گرفتار چرخه تکرار و درد میکنه، ولی پاسخ راهی به سوی رهایی و رشد باز میکنه. واکنش قدرت رو به شرایط بیرونی میده، ولی پاسخ یعنی من فرمان زندگیم رو توی دستم دارم. حالا چطور از واکنش به پاسخ برسیم؟ نفس بکش. حتی چند ثانیه مکس میتونه جادویی باشه. احساست رو ببین، یعنی خشم یا ترس رو ببین ولی بهش تبدیل نشو. سوال بپرس، الان چه پاسخی تو شأن من و رشدمه؟ تمرین ذهن آگاهی داشته باش تا بتونی تو لحظه آگاه بمونی. میتونی بازنگری بعد از هر اتفاق داشته باشی، ولی سعی کن خودت رو قضاوت نکنی. فقط ببین کجا میتونستی پاسخ بدی، نه واکنش نشون بدی. واکنش سریع، هیجانی و اغلب ناخودآگاهه. در واقع واکنش یعنی تو هنوز فرمان زندگیت رو به دست اتفاقاتی دادی که بیرون از تو دارن میافتن. یه اتفاق میافته، تو ناراحت میشی، عصبی میشی، داد میزنی، عقب میکشی یا قهر میکنی. نه چون اون اتفاق واقعاً قدرت داشت، بلکه چون تو خودت رو نساختی که به جای واکنش پاسخ بدی. ولی پاسخ یعنی مکث، یعنی حضور، یعنی آگاهی، یعنی بین اتفاق و عمل تو یه فضا هستش. فضایی که تو توش انتخاب میکنی من چطور باشم؟ من چطور به این موقعیت نگاه کنم؟ پاسخ از آگاهی میاد، نه از حافظه زخمی گذشته. وقتی به جای واکنش پاسخ میدی، یعنی تو کنترل زندگیت رو دوباره پس گرفتی. یعنی تو داری آگاهانه خودت رو خلق میکنی. میدونی دوست من، آدما تو رو با واکنشات نمیسنجن، با پاسخات میشناسن. پس قبل از این که جواب بدی یه نفس بکش و یادت بیار که تو فقط یه احساس گذرا نیستی، تو حضور آگاه زندگی هستی.
گاهی قبل از اینکه واکنشی نشون بدیم باید بایستیم و نگاهی بندازیم به ریشه رفتارها، نه فقط رفتارهای خودمون که حتی رفتار دیگران. چون وقتی بفهمی که بیشتر رفتارهای آدما از درون خودشونه نه از تو، اون وقت نه فقط پاسخات که آرامشت هم تغییر میکنه. بیایید عمیق‌تر نگاه کنیم. وقتی کسی با ما تندی میکنه یا حتی وقتی محبت میکنه، این واقعا چقدر به ما مربوطه؟ رفتار دیگران بازتاب درونیات خودشونه، نه ما. وقتی کسی عصبانی میشه، قضاوتمون میکنه یا حتی محبت میکنه، همه اینا از دنیای درونی خودش نشأت میگیره. از زخمهاش، ترسهاش، آرزوهاش یا خاطرات گذشته‌اش. حالا به چند دیدگاه عمیق توجه کن. 1. تو مسئول احساس دیگران نیستی. تو تنها مسئول احساسات، افکار و واکنش‌های خودت هستی. اگه کسی از تو دلخوره یا واکنش تندی نشون میده، این لزوماً به معنای اشتباه تو نیستش. 2. چرا نمیتونیم همه رو راضی نگه داریم؟ چون هر کس با فیلتر ذهنی خودش به دنیا نگاه میکنه. تو ممکنه از روی عشق کاری انجام بدی، اما اون کس اون رو بی احترامی برداشت کنه. 3. یاد بگیر که رفتارهای منفی رو شخصی نکنی. کسی که ناراحته معمولاً از چیزی درون خودش زخم برداشته، نه تو. 4. دیگران مثل آینه‌اند. اگه چیزی در تو ببینند که خودشون ندارند یا نمیپذیرند، ممکنه با قضاوت یا حتی پرخاشگری واکنش نشون بدن. و 5. به رفتار دیگران کاری نداشته باشیم. این نیست که بی احساس یا سرد باشیم، یعنی بدون احساس گناه یا نیاز به تایید مرزهای خودمون رو حفظ کنیم. پس دوست من، وقتی درک کنی که هر کس با زخمش زندگی میکنه، دیگه قضاوتش نمی کنی، فقط ازش فاصله میگیری. تو مسئول زخم‌های درمان نشده دیگران نیستی. آزادی وقتی میاد که بفهمی دیگران هر طور که میتونن فکر کنن، اما این به تو ربطی نداره. ممنونم که تا اینجا با دل مهربونت، با حضورت کنارم بودی. اگه بین این حرفها حتی یه جمله تونسته باشه دل قشنگت رو لمس کنه، یعنی تونستیم برای چند لحظه به یه حس مشترک برسیم، به یه درک بی صدا، یه آرامش کوچیک، یا شاید
فقط یه یادآوری مهربونانه و همین برای من با ارزشه، خیلی زیاد با ارزشه. مراقب خودت باش، در پناه عشق.